چون خیلی ها از دست سحر و جادو و جن و پری و کابوس خواب و اینها نگرانند، یک دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما یاد دادن که هر کس این دعا رو 3 مرتبه صبح و 3 مرتبه شب بخواند، هیچ جادویی بر او اثر نخواهد کرد، هیچ جنی بر او مسلط نخواهد شد و به امید الله ضرر دینی و دنیایی تا مدتی که بر این ذکر پای بندی کند به زندگی او و به خانواده او نزدیک نخواهد شد. دعا این است: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق و ذرع و برع. بسیار آسان هست، 3 مرتبه صبح و 3 مرتبه شب.